خوش اومدید به وان که قراره توش کلی لحظه های هیجانی داشته باشیم و کلی با هم بخندیم. خب بریم که شروع کنیم بلاک کندن با بتمنی. دل نمیدم سرسری. خب یه چند تا درد بکنیم. چوب، او یس، یه چست، 2 تا اپل و یه دونه آقای درخت. خب من این چوبا رو تبدیلشون کنم تا یه کرافتینگ تیبل میسازم. با این کرافتینگ تیبل اسلپ درست میکنم و دور خودم اسلپ میذارم. خب همکنون هنوز که شروع میکنم به کنده کاری. آقا سلام، آقای خوک، چه خبر؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ یه چست چی داره توش؟ دوباره اپل داشت. من اینو کجا بکنم؟ خب دوباره چوب. خوبه باز حداقل چوب با آدم میده. دوباره چست و یاب. خب بیاین یه تکنیک رو بزنیم، یه بلاک ارتفاعمون رو بریم پایین‌تر. آبو میذارم اینجا، همونجا که میسوزه میریم پایین و یه بلاک زیر میذاریم و میایم بالا. خب حالا پرش میکنیم و آبو دیگه برمیدارم، لازمش نداریم. و حالا اینجوری یه بلاک رفتیم پایین و بلاک که قراره بکنیم خیلی معلوم‌تر شد و کار ما راحت‌تر شد. باید همینجا اول ویدیو بگم که آقا من اصلا بازی رو بلد نیستم و یه آموزش خیلی کم دیدم و نه یعنی تو کامنت ها بگید نوب فلان اینجوری اونجوری. ما زحمت میکشیم. کرافتینگ تیبل یکم دیگه دوباره اسلپ درست میکنم و این اسلپ ها رو یکم قرار میدم این قسمت تا فضای بیشتری داشته باشم. بچه‌ها من انقدر دیگه این وان بلاک رو گرفتم، انقدر گرفتم مردم دیگه حفظ شدم داستانشو. آقای اورجلی شما بیا پایین، اسمتم که برازندت اونجور منو نگاه نکن. ای بابا تو چست وسایلمو قرار میدم تا اگاهی ندی. خب یه تا استیک درست کنیم و با این استیکا یه تبر درست کنیم و کلنگ. خب حالا فعلا خوبه برای کندن. بریم که فعلا کنده کاری کنیم. برو پایین عزیزم. حواسم نبود، اونجور منو نگاه نکن. یا بدفست. آقا چست خوبه. قلب که مشاشه میایه یه تورچو. خب رفتیم فیز بعدی. من بیام یکم دوباره چوب اینجا درست کنم و تورچم بذاریم اینجا. خب اسلپ درست میکنیم. یکم به اسلپ بیشتر نیاز دارم تا این دور و برم یکم بازتر کنم. خب شروع میکنم به اسلپ گذاشتن و اینم از آخریش. یه دونه هم درت بزنیم. برو اونور برادر. مشکل داری بریم کنده کاری کنیم، یکم ماین کنیم تا بریم فیز بعدی. اوه درخت خوبه. هرچی درخت جمع کنیم به نفعمون اول بازی. حالا بعدن فارم درخت میزنیم، فارم چوب میزنیم. هندوانه به دردمون میخوره. کدو دوباره درخت به ما بده. خوبه. آه به به بیا زوجتو پیدا کردم. اصلا هم کنسل نیست. کدو جان هندوانه بود. کدو چیه؟ میری کنار یا بزنم؟ خب سلام علیکم. سلام به تو عشق من. برو پایین. ها چیه؟ میخوای منو بزنی؟ یه چست، دوباره اپل، یه سیدم برداریم و خسته شدیم اینقدر اپل گرفتیم. آقا من انقدر که این وان بلاک رو بازی کردم و مردم دیگه خسته شدم. این دفعه مگه قرار باشه بازی رو باخت بدم که آقا گوسفنده اومد و امید به ما داد. برو پایین. من چقدر حیونا رو خوشم میاد ازشون، اصلا دوستدار طبیعتم. به این وان بلاک خیلی به نفع ماست و باید تا آخرش بازی کنیم. برو پایین. 2 تا گوسفند فعلا، یه دونه دیگه بیاد ما تختمون جور میشه. آقا به من نگاه نکنید من میترسم. به آقا گاوه اومد. بذار ببینم خانم گاوه که نیستی. نه برو آقا گاوه. برو آقا گاوه. علی پروین یه چیز دیگه. خسته شدیم بابا بس کنید دیگه. آقا خوکه چیه نگاه میکنی؟ 3 نفر دیگه. برو به جهنم عزیزم منی. من که خودم میخوام برم بهشت. آقا مرغه چرا من هر کی میاد آغاز شاید این دو جنسه باشه. برو پایین. اسماتون رو فعلا نمیدونم چی بذارم، خیلی زیاد شد. به اکبر آقا اسم اینو همین اول بذاریم سریع. برو پایین. دوستدار محیط زیستم. یه چیز دیگه. خدا این چستا رو برامون نگه داره. آقا گوسفند برو به سلامت. نگاه نکن، نوبت تو هم میرسه. خب شکست. تبرم برم یه دونه بسازم. فعلا با دست بکنیم. مرد کار و مرد کهن چی بود من گفتم؟ خب من تا دوباره استیک درست کنم. این از تبر ما، تبر چوبی فعلا. حالا یکم وسایل رو بچینم، دوباره بریم بکنیم. آقای گاوه به نظر
جات بد نی. بس دوتا هیویچ میدونم تو چی میخوای، تریاک میخوای، بیا بریم بازم بکنیم تا ببینیم نصیبمون چی میشه. گاوه گیر کردیم وسط. استی که قلب داره میشاشه میآیه. فکر کنم فیز میخواد عوض شه. چقدر زیاد شد این شما. آقا فیز جدید مبارک باشه. 16 ثانیه دیگه مثل این که باید تو رو بکشم. خب اسم چیه؟ خدا حافظ. ای پشمش رفت پایین. اشکال نداره دارم پشت تا. کوشش اینجا. آها اینجا دوتا دارم. فقط تخت چجور درست میشه؟ چوب میخوام. آقا تخت بیاد من. آقا مبارکا باشه. اینم از تخت ما. بگیریم بخوابیم. خب صبح زیبایی است. آقای بتمنی سلام علیکم. سلام علیکم. روز دوم بریم که شروع کنیم. آقا یکم دیگه من این یه طویله‌ای برای اینا درست کنم. ویدیو رو تون میکنم تا شما حوصلتون سر نره. خب آقا دوتا دروازه هم برای اینا بذاریم و این از این. دومیه کجاست؟ مثل اینم چوب ندارم من. مجبورم با این چوبا بسازم. اینم از دروازه. در دروازه میدن عدس پلو. خب بفرما شما بیا اول. تریاکی هستی. این تریاک رو بینه نشون میدی خیلی زود میام. در رو بذار ببندم من. خب برای این مرغ خروسان من یه سید گندم داشتم. بیاید. خب خدا حافظ. برای وارث همین رو میذارم. دمت گرم. اینم تخم مرغات. دوتا دیگه هم اینجا داریم. چش نخوری ایشالله. فعلا گندم ندارم این گاوا رو بخوام جابجا کنم. برای همین بتونم یه فارمی رو درست میکنم. باره هم بازم اسلپ درست میکنم. یه چند تا یه فضایی رو از درت. اینم از این درت ها رو میذاریم اینجا تا یه فارم درست کنیم. گندونامون رو بزنیم در بیاد. یه هم گاوا رو ببریم توی مزرعه هم یه فارم داشته باشیم. خب بریم که این آب وسطش هم بذاریم. باید یه بلاک فعلا بریم پایین. این بلاک زیرش هم از آبش. خب یه داس میخوایم. اینجا رو کشاورزی میکنیم. یواش یواش حس میکنم ایرانی نیستم. کلا در حال کنده‌کاری ام. هم دوتا گندم رو بذاریم اینجا تا ببینیم چی قراره برامون بیاره. چند تا هم سید اینجا داشتیم. کدویی، هندوانه‌ای. چند با اسلپ دورچینی میکنیم. اینم از این آخرین اسلپ به همین زیبایی. خب بریم که حالا کنده‌کاری کنیم. البته قبلش بذار من این تخت رو ببرم اون بر. من از این فیز اصلا خاطر خوبی ندارم. همینجا خوبه فعلا تا جاشو مشخص کنیم. بریم که کنده‌کاری کنیم. آقا زغال سنگ مبارک باشه. بده من دمت گرم. اینم از کلنگ و تبر سنگیمون. بریم بازم بکنیم زغال سنگ. آقا سلام علیکم. سلاما باشه. خوشا به حال شما. مبارک باشه. من نمی‌دونم این چی هست این گاو قرمزا. لطفاً کامنت بذارید ببینین چیه داستانش. کاربردش چیه؟ خب بگیریم بخوابیم. خب آقا مبارکا باشه. فکر کنم روز دوم باشه. بریم که استارت کنده‌کاری اول صبح بزنیم و حال مزد خودمون رو باید در بیاریم. یه دو سه تا افغانی بگیری اینجا کنده‌کاری. آقا بسم الله. نزن برادر. فکر کردی کی ها؟ کی صافت. آقا آهن رو من خوشم میاد. واقعا از این عنصر من خیلی خوشحالم که هست. اینم چست بعدی. سلام علیکم. مثلا به همه سلام بدم اینقدر با ادبم. کاری نداری برادر؟ دوستی؟ رفاقت؟ واقعا کاری نداری؟ منم دلم نمیاد بزنم. سیکتیر بابا.
آهنی که مشاشه میایا. آقای کریپر یا اول فاز دهنت سرویس، ریدم به خودم. خوب به دمش کم چیز زیادی و از بین نبرد که نه. خب همه چی سر جاشه. چستو بذارم همینجا. من احمق بگو چه چستو گذاشتم کنار جایی که دارم ماین میکنم. حالا چیز خاصی هم نشده. اینم از یه فرنس درست کردم و خب زغالسنگ که نمیذارم برای سوزش. ما اصفهانی هستیم. یه چوب به ما بده. نه چوب ما بریم که چوب بسوزیم. من یه ذره غذا بسوزونم برای بقا به حال لازم داریم. میمیرم از گشنگی. چست بعدی توش یکم چرم داری. گستره هم داره کابلستون میده. نمیدونم چرا. چه قشنگ راحت چشم زنم. وای چقدر تو نازی، خدا خفت نکنه. همین سادگی حیوان را دوست دارم، همین زیبایی. وای این وامبلاک قرار آهن بشاشه بیایه، اصلا دمش کرد. ها دو تایی به من چه که دو تایی. برو رقب دور شو از من، دور شو حسافت. آقا یکم بخوریم مبارکا باشه. و حال غذای فریه دیگه. فری یا اول فصل. این صدا چیه؟ نکنم چیز خاصی باشه. آی کلنگم شکست. کلنگ ما بده. برو رقب پولتو نمیخورم. شما خیلی شانسی آدم رو دمیج میکنید. برو رقب. اینم از تو. همون نمیشه گیری هم داره به این دوتا زمین. یا بابا بکشید دور، بکشید از من بیرون. یا اول فصل. ای دهنت سرویس. شانس منو نگاه کن بابا. برو شاخ نشو اینقدر. که گفتم یه مقدار نوبم ولی نه در این حد. نمیدونم چرا اینا درم نمیاد. بکاریم یه دونه غذامون بعدیارم بذاریم بپزه. آقا اینا چیه دیگه به من داد؟ آقا حتما کامنت کنید. من اصلا نمیدونم این اسمش چی هست. برای قسمت های بعد کم میاریم اطلاعات. خب تو دیگه چی هستی کی هستی؟ دو تا دونم دارم. وای دوباره شما نازا اومدید. گوشت خوبی هم دارم. اندوانه چه دیگه دوباره از ایناست. مثلا نمیدونم چی هست. یا اول فصل کریپر دور شو از من. آقا دمت گرم. چی از همون کم نکرد. اینم از این. اون آخریه. اینم از این. کریپر با وفایی بود. مرد بود. رفاقت داشت. معرفت داشت. آیا اسپایدر اصلا اینا معرفت ازشون میشاشه. نگاه کن هیچی با آدم نمیگن. ولی خدا وکیلی اگه میخوای بگی بگو. نگاه کن. بغل پرت کن. بگو چی میخوای بگی. برو عقب بابا. ای برو عقب. بیر دیگه. بیا تو هم بیا. میای بس برو پایین. من لوتی که کردم اون بذارم تو چه از دست ندم. روزه فکر کنم روز سومی بریم بازم کنده کاری کنیم دیگه. باید تو این فیز ما یه فارم چوب بزنیم. بلفز برو آقا ول کن منو. بکش از من بیرون شما تو زامبی. برو دیگه گولتون نمیخورم. بیا از دورم میزنمتون. این گندم در اومده در نیومده. چرا این شکلیه؟ یه چسیه. خب دوباره از شما ترسیدم. ببین چی کار میکنی؟ بابا جون آبجیتون دیگه نیای. هستیشونم از شما دوتا. برو پایین. میبینی مشکل من چیه؟ مشکل من توی. آره میخوای بزنم. آقا مبارکا باشه. چست بعدی. خب یه مقدار اونه درخت بگم چی بگم اسمش چیه؟ خب این چیه؟ نقشه خالی. خب فایده برای من داره این نقشه اصلا بجا نبود. بریم برای فیز بعدی توی 28 ثانیه دیگه. خب اما خالی کنم چست جدید. خب یکم کلنگ و عکسم ور دارم. خب آقا میخوام برم فارم چوب رو درست کنم. درت که دارم یکم بیشتر درتی میخوام. وقتم دارم یکم اسلبم درست کنم. خب شروع کنیم به ساختش. من ویدیو رو سریع میکنم حوصله شما سر نره. خب اینا رو بکارم و یه فارمی داشته باشیم همینجور چسکی. خب اینام که در نمیاد. آقا این گندم در اومده در نمیاد معلوم نیست بکنم یا نه. ولی برای فیز جدید بذار البته من کلنگ و عکسم یا فیلمم رو بردارم. چقدر من با مزم. برم آهنمو بذارم تا بپزه. این هم از آیرونایی که ما داریم. خب بریم که بخوابیم. آقا
گندم، ولی خب مهم نیست. از شیل ما داریم اینجا. خب آقا چه خوشگل میشه این مردی. بتمنی رو ببین، بتمنی جان چه خوشگلی شما باشین، شیلد زیبا. بذار ببینم میتونیم چه چیزی وسایل آهنی درست کنیم. از کلنگو فعلا درست کنیم. یه دونه هم میخوای چسپلیت درست کنیم ببینیم چی میشه. خب دیگه نمیتونیم یه چیزی درست کنیم. میخوای یه دونه هم شمشیر درست کنیم، برد آهنی. خب این لباس من بپوشم و برازندم انشالله که برازندمه. نگاه نکن چشم میزنی این از هندوانه شد در اومدیم. ما رو دوباره بکارمش این قسمت که لازم داریم. فعلا گندم هم در بفرد میشه. بریم که فیض رو شروع کنیم. کنم این فیض یکم رفته بایوم برفیه، از اون چوبایی هست که بایوم برف میده. ما مردی رو ببین چه خوشگل میشه با این چسپلی، چند چارچونه میشه. باز خب تو هر بایوم ما چوب داریم. از قضیه چوب ما قدیم و اینجام آهن رو داریم. ما هنوز البته تو هر فیض ما آهن رو داریم. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل دور شو. آقا من اینو میترسم البته. آها بیا که آها چی درگیری با خود دایره داشت. بزن آفرین تو هم بمیر. به همین راحتی تموم شد کارت. اردک پررو شده بود. آقا این چیه سگه. نمیخواستم بزنم ولی مجبورم. جایی بمیرم. نه این واقعیت نداره. نباید این کارو میکردم. نه خب اشکال نداره. دوباره فکر کنم بده من یه غذا بخورم. انشالله که دوباره بهم بده. البته اسمش گرگی نمیدونم چرا خیلی سگ میگن. چست و سخونم تونستی پیدا کنی. آقا اینا دیگه چی هستن؟ شما دیگه کی هستی؟ چی کار داریم اینجا؟ نهار خوردی؟ خب برم یه تحقیق کنم درباره شما چی دارم؟ شبیه چی هم نیست که این یکی کجا رفت؟ آقای بوز چیه بوزی دیگه. اون درختم در اومد. ببین چقدر پا قدمت خوب بود. من تو چه کاربردی داری به خدا نمیدونم. شاخم که نداری منو بزنی. آره آقا طلا مبارک باشه. کریستال دوباره که شما اومدید. آقا ببین من شیل دارم، در هیچ از شما جلوترم. ببین خودتونم که همیشه میزنید. بزن لطفا. برو پایین. ای بابا گاو ماشروم هم رفت پایین. کار کنم دیگه. مشکلات زندگی در ایرانه. درختم در اومده. اینا رو بکنم فعلا دوباره بکارمشون. اینا رو بکارم. خب اینم از این. اینا خیلی نزدیکم بخاطر همینه در نمیان. آقا این گندم دیگه آماده است. درسته؟ بله زینم داد بهم. نه نداد. وای من چرا اینقدر دارم گوله این گندم رو میخورم. یه چیز دیگه. خب یکم بونم بهمون داد. خیلی خوبه برای فارم چوب. چی میگی آقای بزی؟ ببین فایده نداری میزنم میکشمت. پولت هم میرم خیالت از روی میره اونور. اینم از پول بعدی. آقا برو بس کن خجالت بکش. چی بوز منو میزنی؟ مردی که بوز. اگه تا اینجا ویدیو با من بودید خیلی ممنونم که تا اینجا حمایتم کردید. لایک و سابسکرایب یادتون